یکی از چیزهایی که امروز زیاد در کتاب‌های آموزشی نظام‌های اجتماعی درباره‌اش بحث میشه سیستم استانداردسازی است. یعنی چی؟ یعنی همه چیز ماندن در قالب نمره امتحان رتبه. گفتن اگر میخوای آدم موفق شوی باید در مکتب نمره بالا بگیری، بعد از او کار پیدا کنی و بعد از او هم رقم کار کرده بری تا که موفق شوی. اما مشکل اساسی اینجاست که وقتی همه چیز در قالب نمره و رتبه قرار میدن، استعدادهای واقعی، آرزوهای شخصی، اینها همگیش فراموش میشه. این یک رقم مانا میده که فقط ماشین باشیم، زیاد کار کنیم، زیاد درس بخوانیم و چیزی که واقعا قلب خود ما میخواه او را فراموش بکنیم. امروز هم در جامعه ما همین قصه ادامه داره. خیلی ها موفقن اما خوشحال نیستند، چون که موفقیت فقط با نمره و پول اندازه گیری کردن، نه با خواستنهای قلبی. پس اگر بخوایم یک جامعه سالمتر داشته باشیم باید یک بار دیگه فکر کنیم موفقیت یعنی واقعا نمره و پول یا یعنی رسیدن به آن چیزی که واقعا دلمان میخواد. پس تصمیم گیرنده امروز تو هستی که آیا رویاهای خودت دنبال میکنی یا خواسته های جامعه را.